کتابی رو خوندم تحت عنوان سال 12 هفته‌ای نوشته آقای ایان پی موران و مایکل لنینگتون. کتاب اول برام خیلی عجیب بود اسمش که چرا یک سال بعد 12 هفته باشه و اما یک مقدار راجع به خلاصش و یه مقدار تو اینترنت که جستجو کردم برای یه شخصی مثل خود من که دنبال اینه که کاراش خیلی سریع انجام بشه و دنبال یه راهکاریه که بتونه مسیر سریعتری رو پیمایش کنه برای رسیدن به یک سری کارها در طول هفته، این کتاب جذابی به نظر اومد و حالا میخوام یه سری از تجربیات و یه خلاصه چکیده ای از این کتاب رو با شما هم به اشتراک بذارم. اما توصیه‌ام اینه که حتما یا این کتاب رو تهیه کنید و کامل بخونید یا اینکه حتما خلاصه کتاب‌های عمیق‌تر و جامع‌ترش هم مطالعه داشته باشید. کتاب جالبی و جذابیه برای کسایی که میخوان به اهدافشون برسن و در زمان کوتاه‌تری این مسیر رو طی کنن. می‌بینید اسمش سال 12 هفته‌ایه. ببینید ما 12 ماه داریم تو هر سال، اما تو این کتاب نویسنده ها میان میگن که آقا نیازی نیست شما یک سری اهدافی رو ما اول سال میایم تعیین میکنیم و بهش میگیم آقا مثلا این هدف ها رو توی امسال میخوام تارگت بزنم. میگه شما میتونید اگر که یه مقدار به خودتون فشار بیارید و برنامه ریزی دقیق تری داشته باشید، به جای 12 ماهه تو 12 هفته به اون هدف مد نظر برسید. فقط کافیه که هر فصل رو یک سال ببینید. اینجا شما به جای یک سال 4 سال رو تو یک سال دارید و خیلی سریعتر میتونید به اون چیزایی که میخواین برسید. البته به نظر من اینجا یه مقدار بزرگنمایی ایجاد شده و قطعا یه سری اهداف نیاز به زمان بلند و طولانی تری داره، اما چیزی از ارزش‌های این کتاب کم نمیشه، چون کتاب موضوعی که کتاب داره اینه که شما تنبلی نکنی، یا آدم تنبل نباشی که بگی آقا این هدف رو من حالا یک سال بعد قطعا براش فرصت بذارم، در حالی که تو توی یک ماه هم میتونی به اون هدف برسی. اگه یه مقدار برنامه‌تو فشرده تر کنی و یه مقدار به قول معروف رو خودت فشار بیاری که بتونی قطعا به این هدف برسی. پس اگه ما بخوایم یه لایف استایلی رو بر اساس کتاب سال 12 هفته‌ای بچینیم، اولین کاری که هست اینه که شما هر سال رو 3 ماه در نظر میگیرید. یعنی شما 3 ماه داری، 12 هفته وجود داره توی این 3 ماه که شما توی این 12 هفته یه برنامه‌ریزی دقیق باید داشته باشی، یه سری اهداف تعیین کنی و به این هدف‌ها سعی کنی برسی. 10 تا نکته خیلی جالب تو کتاب هست که میخوام این 10 تا نکته رو یکی یکی با هم دیگه بررسی کنیم، خیلی سریع و دقیق، که در نظر گرفتن این 10 تا نکته سال 12 هفته‌ای رو برای شما خیلی ساده تر میکنه و بهتون کمک میکنه که سال 12 هفته‌ای داشته باشید. من اینجا تو گوشیم یادداشت کردم که هر کدومش رو یکی یکی با هم بررسی کنیم. مورد اول، عملکرد هر هفته رو به صورت دقیق حساب کنید. ببینید وقتی شما یک هدف دقیق داری، یک ضرب العجل برای خودت تعیین میکنی برای رسیدن به اون هدف دقیق، سرعت عمل شما و دقتتون رو بالاتر میبره، چون میدونی زمانت محدودتر شده و باید سریعتر به اون هدف مد نظر برسی. به خاطر همین اینجا میگه که حتما یک هدف دقیق مشخص کن و بعد از اون هدف که مشخص شد شما شروع میکنی براش تلاش کردن و ضرب العجل تعیین کردن برای رسیدن به اون هدف. اینجا اتفاقی که میفته اینه که شما کارهای غیر مهم رو حذف میکنی، تنبلی رو میذاری کنار، متمرکز میشی و مستقیم به سمت هدفت میری. مورد دوم، هدفی رو مشخص کن که از نظر احساسی برات جذابه و بهش علاقه داری. این به تو کمک میکنه اگر تو فشار زمانی هستی و میخوای سریعتر به یک هدف برسی، اون علاقه تو رو به سمت هدف هول میده دیگه، جلوتو نمیگیره که تو آقا مثلا این هدف رو دوست نداری، یه کمی که اذیتی اگه داری الان به سمت هدفت میری، اینجوری یه مقدار اکتیوتر هست. مورد سومی که کتاب گفته میگه هدفت باید بلند پروازانه باشه، هدفی که برای تو یک انگیزه ایجاد میکنه و به تو این حس رو میده که میخوای به یک چیز بزرگی برسی و اینجاست که تو سعی میکنی واقعا تو اون 12 هفته تمام خودت رو بذاری و حتی هر هفته شما تو این 12 هفته، چون یک ماه به حساب میاد، تمرکز شما بالاتر بره.
مورد چهارم اینه که شما هم بیاید یک سری اهداف هفتگی داشته باشید، هم یک سری اهداف 12 هفته‌ای. یعنی شما باید این رو دقیقاً در نظر بگیرید که انگار یک سال یک هدف سالانه داشته باشید، یک هدف ماهانه که هر ماه میخوام مثلا به این هدف ها برسم که در طول سال به اون هدف بزرگه برسم. این باعث میشه که شما برنامه‌ریزیتون یک مقدار دقیق‌تر و منسجم‌تر باشه. مورد بعدی اینه که اندازه‌گیری دقیقی از هر هفته داشته باشید. هر کاری رو که انجام میدید دقیقاً اندازه بگیرید این هدف رو آیا من بهش رسیدم، چقدر فاصله داشتم، چه فاکتورهایی رو رعایت نکردم برای رسیدن به این هدف. مورد بعدی که وجود داره اینه که هدفمند و دقیق پیش برید. شما زمان محدودی دارید، تو این زمان محدود باید قطعاً به اون چیزایی که میخواید برسید. پس باید زمان رو جوری مدیریت و برنامه ریزی کنید که هیچ چیزی این وسط از دست نره. برای هدف شخصیت هست، هدف کسب و کاری هست، هدف معنوی داری یا هر چیزی که هست، اینا باید دقیق و مشخص باشه. چرا که زمان شما دیگه یک ماه نیست بلکه یک هفته است. مورد بعدی اینه که مسئولیت همه چیز رو بپذیر. اینجا تعهد و مسئولیت 0 تا 100 با خودته. هیچ کسی نیست اینجا که بهونه تو رو بپذیره غیر از خودت. فقط خودت هستی و باید مسئولیت همه چیز رو قبول کنی، برای هدفت بجنگی و اگر کم کاری کنی یا یه جایی کم بذاری تو هر کاری یا یه جایی قدم اشتباهی برداری یا از دستی بیای استراحت کنی، تنبلی کنی، اینجا تنها کسی که ضرر میکنه شخص خودتی. پس مسئولیت 100% این کار رو بپذیری. دو تا مورد بعدی یه مقدار به هم مرتبط هستن. اینه که چقدر به برنامه متعهد هستی. باید خودتو متعهد در نظر بگیری برای این برنامه. فکر کنی این برنامه حکم مرگ و زندگی رو برات داره، یه جورایی خیلی برات مهم و از همه چی سعی کنی بگذری تا برنامه دقیقاً اونجوری که میخوای پیش بره. یا اگه نمیگذری از چیزای متفاوت، در طول روز فداکاری داشته باشی نسبت به برنامه خودت و از یه سری تایمای پرت و بیهوده بگذری و بیای بچسبی به کارهایی که براشون برنامه‌ریزی کردی و سعی کنی تو هر لحظه بالاترین راندمان کاری خودت رو بذاری. یعنی تمام حواست روی کار باشه و کار عمیق انجام بدی. گوشی موبایل، سری موارد مثل شبکه‌های اجتماعی که حواست تو رو پرت میکنه، اینا همه رو باید بذاری کنار و الان لازمه که متمرکز بشی رو کار خودت. این یه سری چکیده ها و برداشت های من بود از کتاب سال 12 هفته‌ای که به نظر من از 100% عملیاتی بودن این کتاب حداقل 70%ش که به نظرم امتیاز خیلی خوبیه قابل انجام هست. خب و به شما انگیزه میده که این کتاب رو بخونید و عملیاتش کنید. اون 30% یا حالا 40% بقیه که باقی میمونه، اونه که یه سری اهداف نیاز به زمان داره. مثلا هدفهای شخصی مثل یک بدن متناسب، بدن هم باید بهش فرصت بدی تا به یک شکل متناسبی در بیاد. یا رسیدن به یک مثلا بیزینس خوب و کسب و کار خوب شاید نیاز به 1 سال کار داره. واقعا شما میتونی اون بازه عملیاتی که انجام میدی رو از 1 سال تبدیلش کنی مثلا به 12 هفته، ولی اون تغییر و روند رشد نیاز به زمان هم داره. ولی در کل این مسیر راندمان کاری شما رو خیلی بالا میبره. برای همونه که میگم عملیاتیش میشه کرد. ممنونم که تو این ویدیو هم همراه من بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید، برام کامنت بذارید. ویدیوهای جذاب دیگه ای رو هم من درست کردم تو چنل خودم راجع به هوش مصنوعی، موارد متنوعی که به ذهن خودم میرسه و خودم تجربهشو میکنم، سعی میکنم در اختیار شما عزیزان دل هم بذارم. متشکرم از همتون. خدا نگهدار.